اطلاعات خیلی خوبی که بلوم در اختیار ما قرار گذاشته. همین چند ساعت پیش بود که بلوم یک پیام رو داخل تلگرامش گذاشت و اطلاعات خیلی خوبی رو همونطور که بهتون گفتم درباره اینکه توکنش کی قرار لیست بشه، ریت حالا تبدیل توکنش قرار به چه شکلی باشه و قیمت توکنش به ما داد که میتونه برامون خیلی مفید باشه. حتما تا انتهای ویدیو امروز با من همراه باشید تا بریم با هم دیگه تمامی این موارد رو بررسی بکنیم. دمتون حسابی گرم. یادتون نره که ویدیو رو لایک بکنید، کانال من رو هم سابسکرایب بکنید و بدون معطلی بزنیم سراغ ویدیوی امروزمون. خب بچه‌ها، اول از همه بیاید وارد کانال بلوم بشیم. الان که این ویدیو رو دارم براتون رکورد میکنم، تاریخ 7 دی و ساعت 10 و 21 دقیقه هستش که دقیقا همین امروز 7 دی یا 27 دسامبر ساعت 9 و 9 دقیقه، یعنی تقریبا یک ساعت قبل از اینکه این ویدیو رو براتون رکورد کردم که سعی میکنم تو سریع ترین حالت ممکنم ویدیو رو براتون آپلود بکنمش. نهایتا تا 11 و نیم سعی میکنم آپلود بکنم براتون. یه پیام خیلی مهمی رو گذاشتش و به ما یک سری توضیحاتی رو داد. یک آپدیت و یک تغییراتی توی رودمپش اتفاق افتاد. همونطور که بهتون گفتم ما توی ایردراپ بلوم، ویدیویی که امروز بعد از ظهر آپلود شد، اگر ندیدید حتما برید ببینید، یه ویدیو قبل از این، فهمیدیم که آقا ما توی سیزن 1 خبری از توکن لیستینگ نداریم و مثل همه ایردراپ هایی که تا الان دیدیم قرار نیستش که توی فصل 1 و سیزن 1 توکنش لیست بشه و قرار شده که توی فصل دومش این لیستینگ اتفاق بیفته و گفتن که حالا فصل تپ تو ارن، یعنی فصلی که شما بتونید کلیک بکنید و توکن به دست بیارید، تموم شده و قرار شده که از این به بعد ما ترید تو ارن داشته باشیم که خب دو تا کوین متفاوت اومده، میم پوینت و بلوم پوینت، که توی ویدیوی امروز در رابطه باهاش صحبت کردیم. اگر ندیدید برید ببینید، لینکش هم بالای صفحه حالا براتون میادش. به نظرم اولش اون ویدیو رو ببینید بعدش بیاید اینو ببینید که ما فهمیدیم که قرار شدش که بلوم پوینت ها یک بخش دیگه ای بشه، یعنی فارمش رو هنوز میتونیم انجام بدیم و خوشبختانه لازم نیستش حتما ترید بکنیم تا بتونیم بلوم پوینت رو به دست بیاریم، یعنی توکنی که ما از اولش به خاطرش این ایردراپ رو استارت زدیم. ولی خب خبری که اینجا هست اینه که توی رودمپ فصل بعدی نوشته شده که اول باید مین پوینت سیستم درست بشه، بعدش تریدینگ بات ها میادش، بعدش لایو استریم ها میاد، رفرال پروگرام میادش. یعنی قراره که یک سری تغییرات خیلی زیادی توی این میم پدی که حالا احتمالاً همتون باهاش آشنایی دارید در رابطه با اینه که چجوری میتونید توکن لانچ بکنید، ترید بکنید، که باز هم میگم توی یک پارت دیگه هم توضیح دادم، حالا کاملش لینکش براتون باز بالای صفحه میاد، ولی باز هم بهتون میگم که احتمال ریسک شما توی میم پد و تمامی این توکن هایی که میبینید، میم کوین هایی که میسازن، میخرن، میفروشن، اگر بلد نباشید بردتون 10% و ضرر کردنتون 90% و به نظر من به هیچ عنوان سمت